درود خدمت چطور؟ امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. پریسا هستم در کانال پریفون میوزیک. بندم که سینا هستم. رسیدیم خدمت نگاه مهربونتون. برگشتیم با یک موزیک بسیار زیبا و دلانگیز. امیدوارم تا ثانیه آخر با ما همراه باشید و به اندازه ما لذت ببرید. قراره یک آهنگ بسیار داغ و پربیننده بریم و بیننده باشیم و گپ بزنیم و دقایقی رو با هم کیف کنیم. پس لایک ویدیو رو بزنید، چنل رو سابسکرایب کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. اینجوری ما رو یک عالمه حمایت میکنید. میدونستید؟ خب قراره از امید جان برهان بشنویم آهنگ منی کردنات گلیب شوف. چی؟ این چی نوشته؟ گلیب شوف. چرا اینقدر سخت میخونیش؟ منی کردنات یعنی خیلی من میکنی، خیلی من میکنی، خیلی به خودت مینازی. آره شاده امید جان؟ امیدوارم منی کردنات. فکر میکنی که موفق میشوی؟ توی داری که امروز زود روز برادرم است. منی کردنات، ازش گفتنات، پیمان بستنات، همین بود از خود گذشتنات. اینجا جایتون است. دل سپردنات. اگر اینجا جای من نباشه برای همسر من هم جای نیست. میرویم. من دیگر این خیل نمیتوانم. منی کردنات، ازش گفتنات، پیمان بستنات، همین بود از خود گذشتنات. دل سپردنات، دنیام بودنات، همین بود من با تو وفا کردم، خطا کردم. وای افسوس، وای افسوس، وای افسوس. عشق ما چقدر صداش قشنگه دوستمون. چقدر دیر باش آشنا شدیم. امید جان خیلی قشنگه. برهان فوق‌العاده است. ملودی و تنظیم آهنگ بی‌نظیره. حالا سناریوش من خیلی موافقش نبودم. اصلا چرا؟ سر یه دوراهی قرار گرفت که بین عشق و خانواده بعد انتخاب میکرد. گفت زادروز برادرمه دیگه. اون برادرش بود. برادر خانومه بود. خب دیگه اونم برادر خانومش بود. خب داماده گفت جای تو اونجا نیست. خب بعد این هم قشنگ بود دیگه. گفت که اگه جای من نیست جای همسر من نیست. آره. بعد همسرش شد رفیق نیمه را. آره ولی رفت پیش خانواده‌اش، یعنی انتخاب وحشتناک بدی نکرد. یارشو ول کرد ولی رفت سمت خانواده. حالا اینجا مبحث دیگه باز نمی‌کنیم. اصلا خیلی چرت و میریم سراغ این صدای خاص. یعنی خیلی چی؟ الان من تو رو ول کنم برم پیش خانوادم کار درستیه؟ نه اگه منطقی باشه آره. ببینش پولدارش کن. عشق ما با مثل شاپرک دو روزه بود و رفت آخیر بیدرک. وای افسوس، قرارداد بست. افسوس، وای افسوس. به چه ملودی نازی. خیلی خوشتیپ و باحال و اولین بار میبینیمش و چقدر لذت بخش. اون دوستمون شبیه کیه؟ شبیه کی میتونه باشه؟ شبیه داداش دوست توه. شبیه داداش دوست منه. علیه لهراس. آره شبیه علیه. آره آفرین چهره‌تا شبیهشه. هیکلی هم بدنساز اون دوستمون اینجوریه. ببین پای هدفش موند. فهمیدم الان اون داداشه تحقیرش کرد. آفرین دیگه. من همین تعجب کردم. بس اون خانم کارش خیلی چه جوری بود فلان. منی کردناش خیلی بد. دیگه یعنی تو ساده هستی جات اینجا نیست. قصه عشق ما ناتمام
قصه عشقی ما ناتمام کردی آن را تو پرارمان گرفتم نام بد است نوشتم با آبی چشم گرفتم نام بد است نوشتم با آبی چشم. ببین من اصلا انتخاب خودم رو بین هنرمندان جدید تاجیکستان کردم. آره اصلا خیلی دوستش دارم. چقدر صداش اوج خوبی هم داشت. صداش همونیه که میخوام، همونی که دوست دارم. تو دهن این خانوماها واقعا ببین اینجا تربیت چه با لبخند اومده دیگه جای تو اینجا نیست. دیگه دیر. برو خونتون. برو پیش داداشت. منی کردنات عزیز گفتنات پیمان بستنات همین بود همین بود همین بود از خود گذشتنات دل سپردنات دنیام بودنات همین بود همین بود همین بود منی کردنات عزیز گفتنات پیمان بستنات همین بود همین بود. وای خدایا شکره. خیلی عالی چیز بود. آره دیدی دنیا داره مکافات ها. آخشون به منم لبخند زد. منی کردناش همین بود. ولی تو 2-3 سال هم ازدواج مجدد کرد، عشق واقعیشو پیدا کرد، هم بچه دارم شد، بچه‌اش 5-6 سالش شد. ولی واقعا شاید مسیر هنری خودش همین بوده که اومده ویدیو رو مثلا شاید الهام گرفته و ساخته. چون اینجوری که من فهمیدم هنرمند نوظهوری است، یعنی جدید اومده در عرصه موسیقی و خیلی هم معلومه دیگه کارش گرفته دیگه. ویدیو کلیپ فکر کنم 2 ماه پیش داده 5-6 میلیون 4-5 میلیون ویو. سلامی جان. ببینم چی شد. بچه‌ش چند سالشه؟ برو پیش داداشت. همین بود همین بود همین بود از خود گذشتنات دل سپردنات دنیا خدا همین بود همین بود همین بود منی کردنات. عجب هنرمندی، عجب صدایی، عجب موسیقی، عجب ساز و تنظیمی. چه گفتی؟ چه گفتنی داری برام؟ من که حسابی لذت بردم. عشق کردیم. هم خوشگل بودن، هم خوش صدا بودن، هم خیلی با کیفیت بود موزیک ویدیو با کیفیت. صداش خیلی تمیز بود. یعنی شما هر چقدر بگید 76,000 نفر سابسکرایب دارن. برید آبونه کنید، حمایت کنید، 100,000 تایی بشن و میلیونی. آره قشنگ تواناییشو داره. چقدرم کلیپای متنوع در چنل خودشون هست. اینم در چنل خودشون بود و ممنون از اشتراک گذاری این موزیک زیبا. دمتون گرم که تا اینجا با ما همراه بودید. امیدوارم که به اندازه ما لذت برده باشید و در زندگیتون منمنی نکنید. آره همین بود منمنی کردن. تو این ویدیومون باید حداقل 1 میلیون ویو. بله اینجوریه. من اومدم دیگه. حداقل 9,000 تا لایک کنید. دمتون گرم. امیدوارم لذت برده باشید و زود برمیگردیم خدمت. قربون شکل ماهتون. ماچ به کله هاتون تا این موزیک دیگه. خدا نگهدار.